سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان عزیز و همراهان پیج فالستان سامی. دوستان عزیزم، اگر دوست دارید هر روز از طالع روزانه‌تون با خبر بشید، حتما با ما همراه باشید و کانال رو سابسکرایب کنید. با فال روزانه در خدمتتون هستم. سپاسگزارم از همراهیتون دوستان. فروردینی جان، تو تنهایی به سر میبری. این تنهایی بیشتر مربوط به افکارتونه. خودتونو تنها و کلافه احساس میکنید. انگار دست و پاتون بسته شده و نمیتونید کاری که میخواید رو انجام بدید. در یک حصار کاری، زندگی، مالی و عاطفی قرار گرفتید. بعضی از افراد خانواده در زمینه‌های مختلف به شما فشار میارن و یه جورایی اعصابتون رو به هم میریزن. باید عاقلانه برخورد کنید و خونسرد باشید. با لجبازی و توهین و داد و بیداد کردن کاری از پیش نمیتونید ببرید. پس کمتر حرف بزنید و بیشتر فکر کنید. میتونید از همین حالا خودتون رو تغییر بدید. توی رابطه احساسیتون آشتی، بیرون رفتن و دیدار دارید. اگه میخوای آرزوهات برآورده بشه، کد 336 رو برامون کامنت کن. اردیبهشتی جان، خاطراتی از دورانی خوب تو ذهنتون نقش بسته و یا دوست داشتی که مربوط به زمانی قبل هست. به زودی با دوستی ملاقات خواهی کرد که باعث آرامش و شادی شما خواهد شد. دریافت هدیه بین شما و شخصی رد و بدل خواهد شد. اگر با کسی یا عشقتون قهر هستید یا ترکتون کرده، آشتی دارید و دوباره به سمتتون باز خواهد گشت. گفتگو و گپ با کسی که دوستش دارید باعث خوشحالیتون خواهد شد. توی رابطه احساسیتون ازتون دلخوره و بهتون پشت کرده. فکرش درگیره و کاراش به هم ریخته، ولی بهتون با این که از دستتون ناراحته فکر میکنه. اگر میخواید آرزوهات برآورده بشه، کد 336 رو برامون کامنت کن. خردادی عزیز، اخبار خوشی در زمینه‌های مختلف دریافت خواهید کرد. اگر مجرد هستید و یا مجردی در خانواده دارید، به زودی در خانه مجلس شادی، خواستگاری و نامزدی در پیشه. موفقیت در مورد یک کار یا کار گروهی که همکاری میکنید در یک دوره همی پیش رو دارید. یک جمع 4-5 نفره با همدیگه وقت گذروندن و خوشحالی دارید. توی روابط احساسیتون دلتنگی 2 طرفه و سورپرایز دارید. اگر میخوای آرزوهات برآورده شه، کد 336 رو برامون کامنت کن. تیر
دلتنگ شخصی هستین که در حال حاضر کنارتون نیست. از لحاظ مالی، کاری و خانواده دچار مشکلاتی و تنگناهایی شدین. احساس رنج و ناراحتی میکنید. پولی رو از دست داده اید و یا ورشکست شده اید. یا پولی طلب داری که دچار درگیری فکری و ناراحتی هستید. مسائل مالیتون تا 6 وعده آینده برطرف نخواهد شد. بعد از اون حقتون رو دریافت خواهید کرد. توی روابط احساسیتون رابطه سرد یا محدودیت دارید که برطرف خواهد شد. اگر میخوای آرزوهات برآورده شه، کد 336 رو برامون کامنت کن. مردادی جان، پولی به دستتون میرسه که این پول به نوعی حق شماست و یا ارثیه‌ای هست یا حمایت مالی که از طرف پدر و یا مرد دریافت میکنید. گشایشی در کاراتون دیده میشه که باعث تغییر و تحول تو زندگیتون خواهد شد. فرصت‌هایی در برابرتون قرار میگیره که اگر درست استفاده کنید موقعیت خوبی نصیبتون خواهد شد. خانم های متولد این ماه، آقای دوستتون داره و بهتون فکر میکنه. توی رابطه احساسیتون بهتون وفاداره و دوستتون داره. بهتون فکر کردن داره. اگر میخوای آرزوهات برآورده بشه، کد 336 رو برامون کامنت کن. شهریور، این روزا مراحل سختی رو دارید میگذرونید. یه جورایی به هم ریختگی توی کار یا در زمینه احساسی دارید. به زودی سختی ها رو پشت سر خواهید گذاشت و از این مراحل سخت عبور خواهید کرد. شخصی در این زمینه با کمک هایی که به شما میکنه تأثیر مثبت زیادی تو راه رسیدن به پیروزی دارید. اگر کار قانونی و دادگاهی یا اداری دارید و منتظر حکم یا جواب نتیجه‌ای هستید، به نفع شما حکم داده میشه. شخصی که متولد شهریور، دی، مهر هست توی زندگیتون نقش مهمی داره و اخبار خوبی از طرفش دریافت خواهید کرد. پولی که میتونه مثل وام، قرعه کشی باشه به دست میارید. توی رابطه احساسیتون دلتنگی دو طرفه همراه با فاصله براتون میبینم. اگر میخواید آرزوهاتون برآورده بشه، کد 336 رو برامون کامنت کنید. مهر، خودتون رو یک و تنها در مسیر و کار و مشکلات می‌بینید و احساس دلشکستگی و سنگینی و فشار روی دوشتون می‌کنید. تلاشتون زیاده
و گاهی به خاطر بعضی مشکلات احساس ناراحتی و دلتنگی می‌کنید. موفقیت و پیروزی به زودی نصیبتون میشه. شما دارید از موانعی سخت عبور می‌کنید و به زودی دریچه‌ای از نور و روشنایی به زندگیتون طلوع میکنه. به استراحت و وقت خوابتون اهمیت بیشتری بدید. توی رابطه احساسیتون دوست داشتنتون دو طرف است و به زودی خبری خوش دریافت میکنید. اگر میخوای آرزوهات برآورده بشه کد 336 رو برامون کامنت کن. آبان، درگیر مشکلی هستید که بیشتر فکرتون رو مشغول کرده. برای حل این مشکل دست به دعا برداشتید یا نذری در این زمینه کردید. 100% حاجت روایی براتون دیده میشه. در بعضی زمینه ها اول خودتون رو باید پاکسازی کنید تا لیاقت برآورده شدن حاجتتون رو داشته باشید. ناامید نباشید و به خدا نزدیکتر شوید و ایمانتون رو قوی تر کنید. توی رابطه احساسیتون رابطه خوبی دارید. دوست داشتنتون دو طرف است. اگر معایب خودتون رو برطرف کنید و دست از لجبازی یا شک کردن بردارید مطمئن باشید رابطه محکم‌تری دارید. اگر میخوای آرزوهات برآورده شه کد 336 رو برامون کامنت کن. آذر، مشکلی دارید و یا در مسیر ازدواج یا رابطه احساسیتون دچار مشکلی یا ناامیدی شدید. تا 6 وعده دیگه حل میشه عزیزانم. پول بزرگی مثل ارث یا طلب سوخته‌ای تا 6 وعده آینده به شما میرسه. همچنین دریافت سند یا حکم یا نتیجه‌ای که منتظرش بودین رو دریافت خواهید کرد. بهتره بیشتر روی رفتارتون کنترل داشته باشید. باعث رنجش شخصی شدین، بهتره از دلش در بیارید. توی رابطه احساسیتون بهتون وفاداره و دوستتون داره. در انتظار در آغوش گرفتن شماست. اگر میخوای آرزوهات برآورده بشه کد 336 رو کامنت کن. دی، به خاطر مسائل و مشکلاتی توی دورانی پرآشوب هستید. درگیری های فکری، انرژی هایی که منفی هستن و مرتب به ذهنتون هجوم میارن حالتون رو بد کرده. دلتنگی نسبت به شخصی شما رو اذیت میکنه. به هر حال مشکلات یکی در حال رفع شدنه. مهم اینه که روحیتون رو نبازید و به خودتون اعتماد و ایمان داشته باشید. کم کم روشنایی به سمت شما خواهد آمد. به شرط آنکه دست به روی زانوی غم نذارید و دوباره بلند بشید. به هر کسی رازتون رو نگید. توی رابطه احساسیتون از طرفش تلفن و دیدار دارید. اگر میخواید آرزوهات برآورده بشه کد 336 رو کامنت کنید. بهمن، شما بیشتر از هر چیز باید شاکر خداوند باشید. چون خداوند نگاه خاصی نسبت به شما داره و شما رو از خطر و ناراحتی دور میکنه. ولی این به این معنا نیست که هر کاری که بخواید انجام بدید. برای کارهایی که میکنید اولا درست و تصمیم گیری یا انتخاب درست داشته باشید. در هر کاری که میکنید حتی اگر اون کار خیر و خداپسندانه هست تعادل داشته باشید.
و مهمترین رکن موفقیت شما همین تعادله. شما از چشم بد به دور هستید. توی رابطه احساسیتون بحث و دلخوری 2 طرفه دیده میشه. البته کوتاه مدته، ولی دلخوری شما از عشقتون بیشتره. اگر میخواید آرزوهات برآورده بشه، کد 336 رو برامون کامنت کن. ممنونم از همراهیتون دوستای عزیزم.